صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 2. گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان. خوشبختانه با تشبث یونسکو در سراسر عالم 2700 سالگی ایجاد اوستا را جشن گرفتند و سال 2003 3000 سالگی فرهنگ زردشتی استقبال گرفته شد که این احترام و ارزگذاری اهل بشر بعد جشن 1100 سالگی سامانیان وارثان تمدن آریایی از جمله تاجیکان را بسا شاد و سرفراز گرداند. مسئله تشکل اتنیکی، قومی و یا اتنوگنیزی خلق تاجیک از مسئله نهایت مهم ولی پیچیده و مرکب تاریخی است که باید مورد آموزش همه طرفه و عمیق علمی قرار گیرد. مواد تاریخی و دستاوردهای نوین علمی شهادت می‌دهند که دایره تشکل خلق تاجیک سرزمین پهناور است که در مرکز عالم آریایی نژادان و آریایی تباران واقع بوده در عهد باستان با نام عمومی آریانا و سپس باختر و سغد مشهور گشته است. در این سرزمین مردمان میزیستند که خود را آریایی مینامیدند. طبیعی است که در حدود این سرزمین پهناور ولایت‌ها و ناحیه‌های تاریخی و فرهنگی تشکل یافتند و بر این اساس باختریان، سغدیان، پارتیان، خوارزمیان همچون خلقیت‌های آریایی نسبتاً تشکل یافته ظهور کردند. آنها ارزش‌های فرهنگی مشترک و زبان و گفتار به هم نهایت نزدیک داشتند و هویت آریایی خود را واضحاً احساس می‌کردند. به عباره دیگر با وجود تفاوت و خصوصیت‌های جزئی منطقوی و اتنیکی فرهنگی جهت‌های عمده خودشناسی آریایی استوار و ثابت بود. در عصرهای من بعد مرز آریانا بیشتر با نام‌های ورارود و خراسان ذکر می‌شد و قبیله‌های بادیه‌نشین آریایی خیانیان، کوشانیان، کداریان، تخاریان، هیتالیان و دیگران که به سلسله آریایی‌های تورانی منسوبند در روند اتنوگنیز تاجیکان فعالانه شرکت نمودند. شرکت آنها این روند را عمیق‌تر و رنگین‌تر نموده ضمن فرهنگ و آیین مشترک زردشتی و عنصرهای آریایی بنیاد اتنوگنیز خلق تاجیک را تشکیل دادند و خودشناسی آریایی تا انتشار آیین‌های پسین ثابت و پابرجا بوده است. چنانکه در کتاب نخستین از آریان تا سامانیان ذکر شده است، پادشاهان سلاله کیانی اساساً در قلمرو باختر و بلخ مقام داشته آن را آریان و آریان شهر نیز نام می‌بردند. سلاله کیانیان سنت‌های خاصه دولتداری و اداره‌کنی مملکت را بنیاد گذاشتند که این سنت‌های کیانی چون فرهنگ و آیین زردشتی دیرتر به قلمرو پهناور راه گشاده در تشکل امپری ابرقدرت هخامنشی نقش مهم گذاشت. باختر و سغد قدیم در هیئت دولت هخامنشی والیگی جداگانه باشند هم سرپرستی همه مضافات‌های شرقی این امپریا را بر دوش داشتند و نفوذ و اعتبار اشرافان باختری و سغدی علل خصوص جنگاوران سواره آن خیلی زیاد بود. باختر و سغد یک ضربان در نبض سیاست دولت هخامنشیان به شمار می رفت. از روی معلومات کتیبه بیستون والیان باختر شورش و آشوب‌های سرزده قسمت شرقی قلمرو هخامنشی را خاموش نموده هنگام جنگ‌های کشورکشایی در صف پیش می ایستادند. عمومیت تمدن آریایی که به قوم‌های آریایی نژاد آریانای شرقی خاص بود بعد ظهور زردشت و گسترش آیین او به عمومیت فرهنگ زردشتی تبدیل یافت.
яъне фарҳанги ориёӣ тавассути паҳншавии оини зардуштӣ фазои нави инкишофу густариш пайдо карда, аз қаламрави ниёгони тоҷикон бохтару суғд ба давлати ориёиҳои порс интиқол ёфт. ҷуғрофияи мазҳабӣ аз ҷуғрофияи марзҳои бохтар фарогиртар гашта, на танҳо дар шакли ақоиди эътиқодӣ, балки як фарҳанги мукаммали ахлоқию маънавӣ ва илмию фалсафӣ ба империяи паҳновари ҳахоманишиҳо роҳ кушод ва ташаккул ёфт. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих аз китоби дуюм дар мавзӯи густариши давлатдорӣ ва тамаддуни ориёӣ дар аҳди ҳахоманишиён идома дорад.